Hello guys. الان ساعت 5:30 عصره. من صبح 2 تا امتحان داشتم، بعد هیچ کدومش هم نخونده بودم. صبح ساعت 6 اینا بیدار شدم، بعد امتحان اولمو خوندم، دیگه رفتم امتحان اولمو دادم. امتحان دومم ساعت 10 بود. این امتحانم که ساعت مثلا 8:20 اینا ما از جلسه اومده بودیم بیرون، جلسه امتحان. اون یکی ساعت 10 بود. دیگه رفتیم تو ماشین یه 45 دقیقه اینا اونو خوندم، بعد اونم دادم. خدا رو شکر همه‌شو خوب دادم. دیگه امروزم بارونی بود. من از اون آدماییم که بارون، هوای ابری اینا مودمو میبره بالا. بعضی هم مثلا دوست ندارن، میگن مودمونو میاره پایین، دلگیره، ولی من نه. دیگه بعد از امتحانم اومدم خونه. تا الان تقریبا هیچ کاری نکردم. اومدم غذا خوردم، بعدش هم دیگه یه چرتی زدم که وقتی بیدار شدم انگار بولدوزر از روم رد شده بود. کاش که نخوابیده بودم. یه روشی برای امتحانم میخوام بهتون بگم که واسه من تا الان حس میکنم جواب داده. حالا هنوز نمره نیومده اما به نظرم جوابه. اینه که وقتی استاد درس میده، هر جلسه که میری تیتر مبحثی که داره توضیح میده رو بنویس. حالا ما اینم حتی ننوشته بودیم، بچه‌ها که وایس گرفته بودن تیترا رو نوشته بودن، ما اون تیترا رو ازشون گرفتیم. بعد اون تیترا رو بده به چت جی پی تی، بگو هر کدومش رو توی 2 خط برام توضیح بده، خیلی هم کم میشه. بعد همونا رو بخون، برو اونجا قشنگ مشتی بنویس. اینجوری واسه من که من خیلی میتونم بنویسم، یعنی حتی اگه هیچی هم بلد نباشم، سر امتحان هیچی هم نخونده باشم، میتونم از سوال جواب در بیارم. نمیدونم حالا شما هم اینجوری هستین یا نه، ولی اگه اینجوری باشین، در حد 2 خط بخونین، دیگه اونجا میتونین یه چیزایی از خودتون سرهم کنید. و استادای ما اینجوریان که تو مفهوم رسونده باشی، تشریحی و مثلا خوب و زیاد و اینا نوشته باشی، نمرتو میگیری. به خاطر همین من اوکیم. بعد خیلی هم کم میخونم واسهش، خوشحالم میکنه. دیگه چی؟ دیگه همینم. الانم میخوام زبان بخونم، یعنی تصمیم گرفتم که زبان خوندن رو شروع کنم و اولویتم الان زبان خوندنه، نه امتحانای دانشگاه. حالا امتحانای دانشگاه هر جور شده در حد نمره خوب اوکیش میکنم، یعنی بیشترم دارم از خودم در میارم مینویسم، ولی حل به نظرم سخت نیست که بخوام درگیرش بشم یا بهش فکر کنم و اینا. الان باید تمرکزم بذارم رو زبان و گفتم دیگه از خواب بیدار شدم اصلا پچ بودم. الان مامان بابام رفتن بیرون دور توی هوای خوب، من موندم خونه میخوام زبان بخونم. بزن بریم. من رفتم امتحان اولمو دادم که ساعت 10 بود و یه امتحان دیگه هم دارم ساعت 2. امتحان سختیه و باید بشینم بخونم. از الان فکر کنم ساعت 11 و روبینا باشه. میخوام شروع کنم خوندن تا قبل از اینکه برم دیگه که تموم بشه. و الان میخوام برم شروع کنم.
دوممو کلا یه نیم ساعت از روی جزوه که از بچه‌ها روخانی کردم. درس عمومیمون بود. بعد دیگه رفتیم امتحان بدیم ساعت 2. بعد مراقبا که کلا کاری نداشتن که تقلب کنی و اینا، در حالی که ما داشتیم تقلب میکردیم خیلی از سوالا رو جوابشو بلد نبودیم، هیچ کس نخونده بود، حتی با تقلبم اصلا نمیتونستیم جوابا رو بدیم. بعد اصلا از جزوه که اون دخترم حتی نوشته بود هیچی نیومده بود، مثلا یه روخانی که کردم اصلا این چیزا برام آشنا نبود سوالا. بعد دیگه خیلیش مثلا همینجوری الکی جواب دادم. دیگه بعدش هم با دوستم رفتیم کافه. دیگه الان اومدم خونه، هنوز لباسمو عوض نکردم، میخوام برم لباسمو عوض کنم. بسته اومده، بریم که با هم دیگه بازش کنیم. خب یکیش این خوشبو کننده است، این خوشبو کننده نرم کننده لباس، اینم اسپری چروک بازکن لنوره. این نوشیدنیه. اینو تو سایتش گفته بود که مثل سرم خوراکی عمل میکنه، یعنی سرمی که ما میریم میزنیم که یه سری ویتامینا و مواد مغذی و اینا رو بهمون میده. این نوشیدنی رو بخوری این همون کارو میکنه. حالا یه دونه سفارش دادم ببینم چه جوریه. فکر کنم خوشبو کننده داخل ماشینه. چقدر کوچیکه.